Ulu Tanrı'nın adıyla Ensaf Ali Hidayet هستم و با برنامه 49 مهندسی جهل در خدمتتون خواهم بود. سلام علیکم به حضور تمامی دوستانی که به این ویدیو احتمالاً نگاه میکنن. هدف من برنامه برای هر کسی نیست. احتمالاً در میان تمامی کسانی که من میشناسم و نمیشناسم و در ایران زندگی میکنن احتمالاً 10 نفر هم به این کاری که من دارم انجام میدم علاقه‌مند نباشن، برای اینکه کار بسیار سختیه، خسته کننده هست و ما انسان ها در ایران به خصوص از کارهای سخت فرار میکنیم. وقتی هم که نه میخندیم نه جوک میگیم نه چیزی، اونجا دیگه وضعمون بدتر هم میشه. در حالی که یادگیری یک زبان، آن هم خودت تلاش بکنی بدون استاد یاد بگیری، یک کار بسیار پرمشقتیه. طبیعتاً ریز و بالا و پایین خواهی داشت، زیر و بم خواهی داشت، ولی خب خودتو میسازی. من الان دارم خودم رو میسازم و امیدوارم که یک روزی بتونم ثمره این تلاش رو ببینم. من در این کتاب اول تلاش میکنم، در این سری از گفتگوها که الان به 49 رسیدیم، اول تلاش میکنم نوری به تاریکی زندان جهلی که ما رو درش زندانی کردند بندازم و بگم آقا اینجا یک زندانه و ما از این چیزهایی که در خارج از ذهن ما و در قابل دسترسی ما بوده یه چنین چیزهایی هست و انسان‌ها باهاش آشنا بشن. به خصوص کسانی که میخوان در رابطه با تاریخ و تمدن ترک‌ها صحبت میکنن و میخوان بگن که آقا ما ملتی با سابقه هستیم، دارای تمدن بودیم، دارای فرهنگ بودیم، دارای خیلی قول بودیم در یک مقطعی از تاریخ، ولی فقط شمشیرمون نبود کار میکرد، بلکه علممون، زبانمون هم زبان مسلط بود، عقلمون هم عقل مسلط بود، کارهای علمیمون هم کارهای علمی مسلط زمان بود. یعنی ما از نظر نظامی هژمونی تنها نداشتیم، یعنی هژمونی ما، قدرت ما تنها جنبه نظامی نداشت، بلکه عقلی، نوشتاری، اکتشافی، اختراعی، مباحث علمی رو هم درش قدرت اول جهان بودیم. و زبان ما برعکس زبانهای دیگری که احتمالا مثل حتی عربی، زبان ما بسیار علمیه، تخصصیه، مثل زبان فارسی نیست. زبان فارسی حتی شعرم که تخصص زبان فارسی است نازایاست. در نتیجه برای تعریف، برای هر چیزی که بخواد بگه باید عربیشو بگه، ولی در زبان ترکی ما با این چنین وضعیتی مواجه نیستیم. خب ما چند تا کتاب دانلود کردیم، یکی رو خوندیم الان، اسمش بود ربع دایره هندسه یا ربع دایره هندسه، که این رو خوندیم، کتاب جالبی بود. اما بریم کتاب دومی که امروز میخوایم ببینیم. اولش دوباره این کتاب به یک زبان خارجی هستش، احتمال میدم که ایتالیایی باشه یا اسپانیایی، نمیتونم بخونم. دیوان ان ترک اورینتال دی سلطان حسین میرزا حسین وران ببخشید سوورین تیمورید، احتمال میدم مربوط به دوره تیمور باشه، تیموریه باشه. حالا خراسان، خراسان نه این 842 ده. حالا من این زبان رو نمیدونم، فکر میکنم این اسپانیایی باشه، فکر میکنم، نمیدونم، مطمئن نیستم. گالیکا. البته اگه یک جمله رو مثلا بتونیم کپی بکنیم بذاریم گوگل برامون میگه که مثلا اینجا گفتش من ترنسلیت بکنم، گفتم ترنسلیت بکن، اینجا اینو برای من ترنسلیت کرد. گالیکا کتابخانه دیجیتالی بنف و شرکای آن است، دسترسی آزاد و
آزاد به چندین میلیون سند دیجیتالی از همه دوره ها و همه رسانه ها را ارائه میدهد. مجموعه ما، حالا اینجا ببینیم، روح زمان گلها، این هم یک چیزیه که برای اون نوشتن. این کتاب چی شد؟ رفت به وبسایتش. احتمال میدم که رفت به وبسایتش، به جای اینکه بله ما رفتیم به اونجا تورهای موضوعی، این رفت داخل اون کتابخونه. من الان باید اینو برگردونم عقب تا بتونم کتاب رو ببینم. ما اون رو که زدیم رفت به وبسایت، این فکر کنم رفت به اینجا. اگه اینو کلیک بکنیم دوباره میره به همونجا. خب اول با این کتاب یه ذره آشنا بشیم. من اینو کوچیک میکنم که در صفحه جا بگیره ببینیم این کتاب رو. دوستان این کتاب سلطان حسین بایگرا دیوان سلطان حسین بایگرا هستش. یکی از کتاب‌های بسیار مهم ادبی زبانی ترکی هستش. یعنی اگر برای زبان ترکی 10 تا کتاب اولیه بسیار مهم مقدس حتی بگیم وجود داشته باشه، یکی هم این فکر میکنم که این سلطان حسین بایگرا هستش، دیوانش هستش. این در 890 هجری نوشته شده در 137 صفحه. خب 800 اگر من حالا چون ریاضیم ضعیفه اینو بگیم 1446 منهای، ببخشید حالا اینو چجوری باید حذفش بکنیم، منهای چه سالی شد؟ 890. اگر اینو منهای 890 بکنیم 556 سال پیش این کتاب نوشته شده. خب این وضعیتش میبینید، جلدش بسیار خوب مونده و نگاه کنید داخلش یه جلدش این حالت، فکر میکنم این اگر چرم باشه داخل صفحه مونده، صفحه زیبا دیده میشه، صفحه بعدش و صفحات بعدش. دوباره این کتاب چون در گذشته و اون در دوره بسیار گران نوشته شده، برای این صفحات زیادی رو در اول و آخر کتاب و همچنین حاشیه اشعار برای نظر کسایی که کتاب رو میخونن فضای لازم رو گذاشته تا کتاب رو نقد بکنن. حالا اینجا به همون زبان یه چیزهایی نوشتن. در سال 1900 اینها رو نوشتن. 30 یه ماهی هستش. حالا این آگوست چی هست نمیدونم. خوشخط رو من خوشنویسی یا خط خوش رو نمیتونم بخونم و مشکل اینه که انگلیسیش هم فرقی برام نداره. وقتی خوشگل بخونن بنویسن اون چیزی که اینا خوشگل مینویسن، من یا زیبا خط چی میگن عاشقش میشن و پول میدن میخرن، من نمیتونم بخونم. این کتاب رو میبینیم با خیلی زیبا. اینها رو من یه ذره بزرگش میکنم گرچه کتاب یه مقدار ناقص دیده میشه، اما با مینیاتورهای کتاب آشنا بشیم. این کتاب به قدری بزرگ بوده که براش مینیاتور کشیدن. خود مینیاتور کشیدن یه هنر، یه نقاشی بسیار گرونه. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر بکنید برای این کتاب اومدن اینو مثلا فکر کنید نمیدونم این تذهیب کاری چی هستش، من نمیدونم، ولی یک کتاب رو بیان اینقدر این کتاب باید مهم باشه که بیان براش این تصاویر رو بکشن، نقاشی بکنن دور این شعرها. میبینید جدول کشیده وسطش این کارها رو کرده. خیلی زیبا، خیلی زیبا. این اطرافش میبینید خالی گذاشته در 3 جهت. این برای اینه که خواننده بیاد در اینجا نظراتش بنویسه. البته کتاب حتی نوع کاغذی که براش استفاده کردن بسیار متفاوته، هم از نظر رنگ، هم از اینکه ببینید نقاشی هایی که روش هستش و تفاوت رنگ هایی که درش هستش خیلی خیلی متفاوته. میبینید من دیگه حالا نمیتونم اینها رو براتون توضیح بدم چون که از نظر نقاشی اینها و سبک هایی که درش به کار رفته هیچ آگاهی ندارم. متاسفانه ما در دانشگاه حتی که درس میخونیم یکی از این کتاب ها رو به ما معرفی نکردن که بدونیم مثلا آقا این کتاب جنسش اینه، وزنش اینه، قطرش اینه، نمیدونم به این سبک کاغذش به این سبک ساخته شده، نقاشیش به این سبک فلان. هیچ کدوم اینها رو به ما یاد ندادن، برای اینکه اصلا اینها رو نباید به ما میگفتن وجود داره. من فکر میکنم حتی اساتید ما هم نمیدونن. یعنی جهل
من تنها نیست، جهل مال استادای ما و استادای ما تا میره مثلا تا دوره قاجار، اواخر قاجار یا 100 سال آخر قاجار یا 50 سال آخر قاجار، دیگه این یه بیماری همه‌گیر میشه که ما از نظر عقلی عقل خودمون رو میبازیم و وابسته میشیم به عقل غربی و وقتی عقلمون غربی بشه دیگه نوکر غرب میشیم به راحتی. اونا با چند تا دلار میتونن ما رو بخرن و ما به دولت خودمون خیانت بکنیم. ما اینجوری هستیم. البته ایران فعلی که دولت ما نیست، این فرقش در اینه که مثلا در کشور ما کشورهایی هستیم، ملت‌هایی هستیم که کشورمون و مغزمون و انسانهامون، پولمون و ثروتمون، قدرت بازومون و حتی قدرت جنگندگی و کشتن دیگران یا کشته شدن در مسیر منافع ملت خودمون نیست دیگه، در اختیار دشمن هستش، چه روس ها باشن، چه انگلیسی ها باشن، یا انگلیسی زبان ها باشن، چه روس زبان ها باشن، ما در اشغال اونها هستیم و خب در اینجا اونها اصلا کشور ما نیستن که ما براشون. دوباره اینجا در صفحه‌ای که ببینیم، حالا اگر شماره داشته باشه میبینیم دوباره مینیاتور جالبی اونجا بود. من دارم صفحه رو ورق میزنم که فقط ببینم چقدر نفیس این کتاب، خیلی نفیس. یعنی فکر میکنم مثلا 10 برابر اون کتابی که قبلا صحبت کردیم که اینقدر طلا بهش دادن، این 10 برابر این کار برده باشه، برای اینکه این خود این قابی که شعر رو داخل اون گذاشته، این یه قابه و پس زمینه این صفحه‌ای که داخلش نقاشی شده، چقدر اون نقاشی کار کردن، چقدر روی این مثلا الان آبیشو بیشتر میبینید این قسمت، یعنی کادر اصلی که شعر روش هستش کار کردن، خیلی زیبا. ببینید اینجا رو نگاه کنید، این کار ساده نیست. احتمالاً مثلا این نقاشی ممکنه چند روز طول کشیده باشه و این پس زمینه که حالت الان روی قالی ها دیده میشه، قالی های مختلفی که در مملکت جدید و تأسیس به نام ایران دیده میشه، تقریبا همین چیز هست. و این خب نگاه کنید اینجا پرندگان، حالت بله سیمرغ فکر میکنم باشن اینا، اون داستان سیمرغ عنقا و اینا باشه. اینجا مثلا این نمیدونم نقاشیش خیلی پررنگ بوده از بین رفته یا اینکه کاغذش یه جوری هستش که دیده نمیشه، ولی خب این کتاب ما الان داریم یواش یواش میرسیم به ارزش دیدن داره، ارزش دیدن این رو داره و اینجا کلا سفر رو آبی رنگ کرده و داخلش طلایی گلها و اون چیزها رو طلایی کار کرده. اینجا دوباره برگشته به همون سبک‌های قبلی که دیگه فکر میکنم اینا پرنده هستن و بقیه نمیدونم چی هستش. اینجا یه کلمه میبینم در حاشیه که تا اینجا ندیده بودم، برای اولین بار دیدم اینو. احتمالاً ادامه شعر در صفحه بعدی باشه، به خاطر اون داره این کار رو میکنه. خب ما تقریباً این کتاب رو داریم به آخر میرسیم. دوباره یه مینیاتور زیبایی. حالا برمیگردیم و این هم حداقل من امروز تلاش میکنم 10 تا از این شعرها رو بخونم، ببینم میتونم بخونم. حالا از نظر زمان بسیار متفاوته، از نظر مکانی بسیار متفاوته. این آدم ممکنه که اون ترکی که اون در اون تاریخ نوشته و من با صداش آشنا نیستم که صدا گذاری نکردن، برای من خیلی عجیب بیاد یا نتونم بخونم. خب این در اینجا شماره زده 1513 996 شماره کتاب این تاریخ. احتمالا در این تاریخ نمیدونم ولوم چندم هست، این 4م فکر کنم 4م، حالا احتمالا نمیدونم مجموعه کتاب هستش یا در 4 جلد این کتاب نوشته شده. برگشتیم به اول و این جلد رو دیدیم. حالا صفحات چیز رو بگذاریم و برسیم به متن کتاب. اینجا یک چیزایی نوشته شده، ببینیم که این چی هست. دیوان حسینی. ببینید این در هندوستان احتمالاً به فروش رفته. خب بعضی جاهاشو نمیتونم بخونم. مثلا گفته که ارخی دیوان حسینی حسمی چی النوایی. این نواییشو میتونم بخونم. قیمت 1500 روپیه.
قیمتش در اون زمان 1500 روپیه بوده. الان اگر روپیه رو بذار ببینیم، میتونم من گوگل رو باز بکنیم ببینیم میتونیم قیمت روپیه رو در بیاریم. convert روپیه into دلار. ببینیم میتونیم کانادین دلار. اوکی این چی هست؟ روپیه، روپی. اوکی کانادین دلار. الان ببینید دوستان گفته چند تا روپیه هستش. من حالا این کتاب رو اگه در بیارم ببینید که این کتاب چقدر گران بوده. کجا رفت؟ اینجا گفته که 1500 روپیه. ببینیم الان به نرخ امروز چقدر میشه. 1500 روپیه به قیمت امروز دوستان 186 دلاره و اگر من بخوام کار بکنم 1.5 روز باید کار بکنم در کانادا این کتاب رو به دست بیارم. 1 روز حدودا مثلا حداقل باید من اگر مالیاتش رو کم بکنیم، حالا این مالیات هم میگیره دیگه، اگه امروز باشه این مالیات هم میگیره، چون در کانادا ما کتاب اینجوریه، این قیمتش مثلا 186 باشه خود قیمت کتاب هستش شما میدونید، بعد میرید مالیات میدید 13% مالیاتشه، مثلا این میشه 113 از اونجا باشه، اینم مثلا بگیم حالا مثلا 100 این بذاریم میشه 213 دلار مثلا. خب این کتاب قیمتشه. حالا بذاریم همین چیز، شما فکر بکنید که در اون زمان چه قیمت بزرگی بوده. الان من جسارت نمی کنم این کتاب رو بخرم اگه 186 دلار باشه چاپ جدیدش، نه چاپ قدیمیش. چاپ قدیمیش الان ممکنه 1 میلیون دلار 10 میلیون دلار قیمتش باشه، با این کاری ندارم. کتاب هایی که تو خونه هاتون هست خیلی دقت بکنید، چون تاریخ بعضی از آدم‌ها که میرن کنکاش میکنن آثار تاریخی رو دنبال طلا هستن، اون کوزه رو میشکنه، اون چیز رو میشکنه، طلا رو دنبالشه، در حالی که اون کوزه ممکنه 50 برابر اون طلایی که این داخلشه قیمت داشته باشه. آدم ناآگاه جاهل به این میگن. خب حالا این کتاب رو اینجا فقط دیدیم که قیمتش نوایی رو در اون تاریخ به این حالا همینجوری بمونه، شاید دوباره به دردمون بخوره. پس این کتاب در اون تاریخی که خریده شده احتمالاً 1500 و چند بود، در اونجا بذاریم چند بود، سال 1513. در 1513 این بگیم مثلا همین مقدار بوده، به نرخ امروز بسیار گران بوده. بسیار کتاب در اون زمان گران بوده دوستان. البته احتمالاً در اون زمان روپیه پول اصلی بوده، اروپایی‌ها پول اصلی نداشتن، پول اصلی روپیه بوده، برای اینکه من در یه جایی خوندم که در اون مقطع کلکته و هندوستان مثل، اگر اشتباه نکنم خود کلکته مثل امروز در این نیویورک در قرن 21 چه وضعی داره، چه قدرتی داره، در اون زمان هم شهرهای بزرگ هندوستان این معنی و مفهوم رو داشتن. حالا برگشتیم دوباره کتاب قیمتش رو حالا در آوردیم و متوجه شدیم اینجا گفته 30 هرچی در سال فلان، که اینم رد کردیم، اینو خوندیم. حالا من اینجا انگلیسیشو نمیدونم چیه، 993 اینجا چی هستش بازم نمیدونم. این کتاب رو ببینید، این گلها رو میگفتم، ببینید این گلها نقاشی کردنش کار یه روز دو روز نیست، ممکنه که یه هفته 10 روز نقاش این نشسته باشه، اینو نقاشی کرده باشه، رنگامیزی کرده باشه. این یه اثر هنریه، یه تابلو هستش. این برای همین کاغذش هم متفاوته، چون کاغذش مثل کاغذ نقاشیه، یعنی کاغذی که برای این چیز هزینه شده بوده. حالا نگاه کنید دوباره با یه عکس، یک چیز نقاشی و هنری دیگری روبرو هستیم. نگاه کنید زیبایی این متن و گلهاش رو ببینید. این مرکز یک گلدون هایی هستش، نگاه کنید بالا و پایینش، و
زیبایی و رنگ آمیزیشو که مثلا حداقل این کتاب نزدیک 550 سال عمرشه و رنگ ها هنوز شفافیتی رو دارن. اینجا چیه؟ دیوان چینی نوایی قطع وسط کاغذ دولا مادی الوان. حالا اینجا یه چیزی نوشته حاشیه گلکاری محزول احتمالاً این مذهبی یعنی طلاکاری مثلا مصور. ببینید کتاب رو داره توضیح میده از نظر اینکه این کاغذ کتاب چه شکلی هستش، چه شکلی این کاغذ رو ساختن یا آماده کردن برای این کتاب. لوایی قطع وسط کاغذ دولا مادی الوان. دولا مادی احتمالا نمیدونم یعنی چی، یه نوع کاغذه. افشار حاشیه گلکار. حالا اینجا یه چیزاشو میتونم بخونم. مذهب یا چیز ذهب یعنی طلا. این مذهب مصور چی قیمتش هم دوباره اینجا گفته که این چیه. صفحه دوم اینجا 2 رو دیدیم. اینجا وسط این رو ببینید، این مثل قالی هاییه که امروزه دارن می نویسن، ولی اینو من بزرگش بکنم ببینید وسطش چی نوشته. وسط این نقاشی رو نگاه کنید دوستان. اونایی که الان میتونن به طور زنده ببینن این رو یا بعدن ویدیوش میبینن. حالا اینو من نمیتونم بخونم، ببینیم که چی میشه خوند. بسم خزانه سلطان الاعظم فاربی سلطان حسین احتمال میدم که من اینا رو نمیتونم بخونم، احتمال میدم که همین دیوان چیز باشه، اسمشه، اسم این شاعر ترک از سلطان حسین بایگارا احتمال میدم. ولی اینجا الغاربی من میخونم سلطان حسین بهادرخانه. نه این احتمالاً مال این نیست، این بهادرخانش هم خوندیم. این یکی از این هندی ها هستش که این کتاب رو نویسونده. خیلی جالب هست دوستان. من این کتاب از نظر چاپ، حالا این نقاشی رو ببینید. من اینو بذارید کوچیکش بکنم اول، بعد به تدریج بزرگش بکنیم. ببینید این کتاب مینیاتوری که اینجا هست، من اینو دارم به تدریج بزرگش میکنم. شما ببینید که چه اثر هنری خود این نقاشی هستش. ببینید حالا این یه مقدار هم به این طرف بیام که کتاب رو ببینید. الان کتاب از بالا به پایین داریم اینو میبینیم. نگاه کنید چقدر تقریبا قالیه های امروز رو میشه گفت که بر اساس همین ها دارن طراحی میکنن. یه چنین چیزهایی رو نگاه کنید. اینجا یه پارچه ای رو آویزون کردن که روش نوشته صورت نیکو چیچی خداست، معنی او مجتمع صدق و صفاست. من اینجوری دارم، احتمالا این معنی نباشه ولی من دارم یه چیزی میخونم. بذارید ببینم. نه وقتی بزرگ میشه صورت و معنی طلب اندر جهان. فارسیه این شعر، اینجا فارسیه، اینجاش هم دیگه مقصد و مقصود دیوان این مردم چی. حالا اینجا نگاه کنید یه مثلا یه سایبانیه در باغ و این آدمی که هر کسی هستش با این لباس هندی و این حالا پر هرچی هست که رو سرش گذاشته، تمامی اینها
این لباسهای هندی باشه، احتمالاً که بعداً البته مسلمان ها این رو پذیرفتن، خیلی جاها این نوع لباس رو چیز کردن، برای خودشون در آوردن. میبینید که تلاش میکنن براش خدمت بکنن. حالا ممکنه که فارسا بیان میگن اینا شرابه و اینا رو باید دید که چی هستش و چی نیست. بعد تصویر بعدی رو میبینید دوباره اونجا، حالا اون خان بود فرض بکنید، بگیم که این خاقان هستش، اون یا خواجه هستش، هر کی هستش، اون بزرگترین احتمالا مقام ارشده، یا حتی ممکنه اون کسی باشه که بهادرخانی باشه که کتاب رو داده بنویسن. اینجا هم یه حوض مثلا ببینید، این حوض، اینم یه چیزیه که این وسط اینجا آب فواره میشه میاد و اینجا دوتا حالا غاز چی هست داره چیز میکنه. اینجا کتاب هست، یه نوع کتابیه که عین همین احتمالا باشه، خود این احتمالا همین خواجه بایگرا باشه. بای که میدونیم بای گارا هم میدونیم که یعنی اولا بزرگ به معنی بزرگ، ثانیا به معنی سیاه. احتمالاً این آدم باشه، برای اینکه این کتاب با همین رنگ اینجا میبینیم که کنارش گذاشته نشسته. اینجا هم این آدم احتمالاً میزشه، میز کاریشه، برای اینکه اینجا من حالا البته ممکنه یه چیز دیگری باشه. حالا با نقاشی کار نداریم، در هر حال ما خیلی با این سر در نمیارم از این نقاشی ها. حالا اینجا خانم اون خونه رو یا خانم های اون خونه رو یا کارمندان اون آدم رو میبینیم. این آدم دوباره این شاعرمون، نه این همون خواجه هست که این بالا مرکز نشسته بود. ببینید عین همون رو دوباره کشیده با یکی از اون خواجگان که داشت براش یه نوشیدنی تعارف میکرد. و اینجا هم میبینیم که این شاعر با لباسی دیگر اینجا با خدمتکاری که داره براش خدمت میکنه و این هم احتمالاً میزشه و داره باش کار میکنه، غذاشو اینا. احتمالاً این هم یه آدمیه که دستش هم یه چیزی هست، نمیدونم این چی هست. شمشیرم به میان بسته. خیلی زیبا. حالا ببینید اینو میتونیم بخونیم. مرباع لابیات السلطان. نمیتونم بخونم، این خیلی. حالا تا تو شو به ترمین سپهر شکم بحری در این گرداب دا. حالا نگاه کنید، مشکل من اینه که نمیدونم، خطش خوشنویسیه، تلاش میکنم بخونم ولی این فارسی که در ذهن من هستش تا تو شد. تا تو شو به ترمین سپر شکیم بحر دین گرداب دا. زلف دین سر گشته جسمیم بلدی پیج و تاب دا. خب حالا یواش یواش امیدوارم بتونیم بخونیم. زلف دین سپرگشته یا سپرکشته جسمیم بولدی پیچ و تاب دا. تا için gaşı sarı mail durur suz an güngül eyle dur kim şişe و شمع asılur mihrabda. eyle dur kim شیشه و شمع asılur mihrabda. اینو خوندم، بقیه‌اشو نتونستم بخونم. اینم قسمتش رو هم خوندم، برای بعضیاشو نتونستم بخونم. حالا به هر حال ببینید این کتاب رو اینجا دوباره اعظم السلاطین اینجا اون نوشته. حالا اینجا هم یه 4 مصرعی بود که خوندیم. دوباره میایم اینجا العرب و العجم ابوالعاری.
احتمالاً این ابوالغازی یه چنین چیزی باشه که ابوالگاره احتمالاً نه، اون نمیتونه باشه. تیرلاکان محوش yüzün nunun ile lütfi barkim تیرلانان محوش yüzüyün نون ile تیرلاکان محوش لاکان نمیشه yüzünün ile lütfi barkim görmadun ol خوبlik هرگز گل سیرابدا. Lale dar iki lintinin söz riştesin utkar çalı sof dirir ağzının ki zahir buldu lale nabda. نه سلطان حسین بهادرخان، اونجا نمیتونستیم اینو بخونیم اسمشو، اینجا یه مقدار تونستیم این رو حداقل اسمش بخونیم. شعر رو که هنوز نتونستیم بخونیم. مشکل در اینه که خوشنویسی کردن. من با خوشنویسی خیلی تو عمرم نتونستم باهاش کنار بیام. زلفدین لعلinin sarı خالının dur uğri hinduyi. Zülfüddin La'ni'nin sarı halının dur oğri hinduyi kim şeker ister oğurluk ilakhay محتابدا. الانای محتابدا فکر میکنم اینجوری باشه. اینو یه مقدار اگه بخونم میتونم در بیارم با این. احتمالاً البته ترکیش هم یه مقدار با ترکی امروزی که من بلدم خیلی ممکنه فرق داشته باشه، ولی این رو زلفدین لعلین سارı خالın در oğri hinduyi çim şeker istar oğurluk ایلانای محتابدا. حالا این قسمت رو لااقل معنیشو فهمیدم که چه کسی میخواد در شب مهتابی بره دزدی بکنه. مثلا جان هریب انوای دور آندن وفا göz tutmaz kim. جان هریب این پریب ده نمیتونه بره پریب. جان بریب انبای دوراندان انبای دوراندان وفا göz tutma kim ها. احتمالاً جان verip انبای دوراندان وفا göz tutma kim yoktur رو شیونی محبوبنی احبابدا. یختر رو شیونی نمیتونم بخونم. ای حسینی جان پرور در کاج معنی صد روح. فکر میکنم این نقطه ها اینجا پ و ش که مثلا اینجا دیده میشه اینا برای زیبایی، فکر میکنم اینجا مثلا این برای زیبایی باشه اینها. البته اینجا شکر رو هم همینجور گذاشته، یه مقدار موندم درش. حالا باید آدم یه مقدار اینو بخونه باهاش آشنا بشه. بریم ببینیم یه شعر بهتری که با دور از نقاشی باشه میتونیم پیدا بکنیم. خب اینجا چی نوشته؟ حالا ببینیم اینجا زیرش نه چیزی ننوشته. اینجا ببینیم دوم با یه کلامه buldu gül vakti yo menin khar gami din müptela. Buldu gül ya gel vakti
دمی مبین خار غمی دین مبتلا هجرت دین لالدین بالخر مد ایزو داغ بلا. واو، نمیتونم بخونم، چقدر بی سوادم من. گان yaşmını gördün ki buldun könkül hal dağı bu sıfat halimin bas eyled اعراض it ای صبا. نه نمیتونم بخونم، متاسفانه سواد من نمیرسه. ببینید اینجا مثلا من میتونم سرو ناظم، این این 3 نقطه اضافه هست. سرو ناظم جلوه قلما سن جلوه قلماز و تنایستان را آرا. تنایستان آرا، این حتما پ اضافه هست. او الف دک قامتی هم یک بزلغان هان جان آرا. سرو ناظم جلوه قلماس و این و هستش، و تنهایستان آرا. اول الف دک قامتی هم یک بزلغان جان آرا. هر نچه سرکش درور بو سر و قد لار عاقبت. هر نچه سرکش درور بو سر و قدلار عاقبت. mümkün irmas bir bela احتمالا بلا باشه. bir belanın bu bulmağistan ara. bulmağı پستان آرا، احتمالا این بستان باشه، اینجا هم بستان باشه، باز پستان شده، پستان آرا. هجر tapdın elcim biryan balık din ortada nur orta nur. Cerveten tutsa balık dik چشمه حیوان آرا. نه نمیتونم، دارم شعر رو خراب میکنم، نمیتونم. کتاب به این زیبایی رو هیچ وقت به دستم نگرفتم که لااقل یه ورقی بزنم. من اینو بارها احتمالاً از دوستان در مورد این کتاب شنیده بودم ولی هیچ وقت نخوندم و حتی یه دوستی هم اگه خونده باشه ندیدم که گوشم به این عادت بکنه که این چجوری خونده میشه. بذارید ببینیم این آیا تایپ امروزی هست. بذارید بریم سراغ گوگل، بگیم که سلطان حسین بایگرا دیوانی. بذارید ببینیم اینجا. نه این بذارید همینجوری باشه، صفحه جدید بازی بکنیم. بذارید ببینیم میتونیم یک بس چیز امروزی دیوان سلطان حسین بایگرا PDF ببینیم اگر این بیاد که خیلی عالی میشه. سلطان بایگرا اینجا یه چیزی گذاشته، امیدوارم که اون باشه و بتونیم ازش یه چند چیزی رو بخونیم. آیتم تایپ نه این نیست. خطاطی عربی، شعر ترکی، نسخه خط اسلامی، این چیه؟ امیدوارم که این فقط عکسش باشه، بقیه کتاب رو بیاد و مشخص بکنه.
ناشر مشخص نیست افغانستان. اینجا سیو چی نه. امیدوارم که این لینک، نه این فقط یک صفحه است. زبان و ادبیات ترکی سلطان بایگرا چاپ افغانستان. بذاریم اینجا تلگرام، در کانال تلگرام اگر این دانلود آشنایی با زبان و ادبیات کهن ترکی، دانلود نسخه خطی و سنگی علی برقی، دانلود تلگرام. این دانلود هست زبان و ادبیات. بذارید من با این دوست بشم اول، این خیلی جالب خواهد بود. من اینو باهاش دوست بشم. اوپن تلگرام. این هم جالبه، بذارید من با این دوست بشم. چجوری کامنت داره؟ جوین چنل. اوکی. اینو حالا مقاله خاندان سولی، حالا اگر بتونیم برگردیم و اون صفحه رو پیدا بکنیم. ویو این تلگرام زبان و ادبیات کهن خطی و نه اینو که دیدیم الان. بذارید اینجا چیز بکنیم. بایگارا. امیدوارم که پیدا بکنیم سلطان بایگارا، ببینیم که نسخه خطی تذکره مجالس النفاذ و اینجا بایگارا. امیدوارم که این یه نسخه جدیدی باشه که یه مقدار از اون خوشنویسی در بیارن، به خطی بنویسن که من بتونم حداقل خط رو بخونم. حالا اینو که نمیتونستم بخونم. این هم جالبه، این هم کتاب های ترکی احتمالاً گذاشته باشه. بذار ببینیم چی شد. همون کتابه این. بله این همون کتابه. حالا اینو دانلود کردیم. من اینو نمیخواستم، اینو دارم. بذارید دوباره برگردیم به همین چیز، ببینیم میتونیم این کتابی رو که جدیداً چاپ شده باشه. تاریخ زبان ترکی. دوستان اینجا ببینید یک کتاب جالبی گذاشته، تاریخ نخستین، تاریخ قدیم، ترکی میانی، ترکی معاصر، ترکی جدید. این یک احتمال میدم این هر کسی هستش کارش خیلی خوبه. تاریخ زبان ترکی قدیم، بعد اومده اینها رو داره توضیح میده. اورخون آبیدلری، پروفسور محرم ارکین، متن و ترجمه استانبولی سنگ‌نوشته های اورخون. ببینید ما از اینها چقدر چیز هستیم. نگاه. حالا بذار ببینیم آیا میتونیم یک کتاب دیگری، وبسایت دیگری رو پیدا بکنیم. فردوسی مشهد، اینجا یه کتابی گفته حسینی به رقم سلطان علی. حالا بذار ببینیم این چی گذاشته پی دی افش. اینم معرفی نسخه خطی دیوان حسینی به رقم سلطان علی مشهدی 890 هجری و تحلیل آیه تصحیف فلان. این منظورش سلطان علی حسینی چی هستش؟ حتما مصادره کردن به ایران. بله سلطان حسین میرزا بایگرا فوراً اومده گفته که مشهدی. جالبه. حالا در اینجا گفته که هرات از مهمترین شهرهای خراسان بزرگ است که سلطان حسین میرزا بایگرا از آخرین پادشاهان تیموری بر آن حکومت میکرد و در خلال دوره پرثمر خود هنرمندان را به آرایش کتب دینی و غیر دینی سوق داد. دیوان شعر سلطان حسین میرزا یکی از صدها نسخه خطی دوره تیموری است که از منظر تزیینات کتاب‌آرایی به ویژه تذهیب میتواند مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین معرفی و تحلیل فنی هنری عناصر تذهیب این دیوان هدف اصلی پژوهش حاضر است. پس این یک پژوهش است. بر همین مبنا مقاله پیشرو با رویکردی ثبت شناختی و روشی توصیفی تحلیلی ضمن رجوع به منابع کتابخوانی آرایه‌های تذهیب نسخه مذکور را بررسی و تحلیل خواهد کرد. در این روند پس از معرفی نسخه خطی دیوان حسینی 890 هجری نوشته شده
به توصیف ساختاری مؤلفه های تذهیب آن پرداخته. سپس این عناصر رو به تفکیک رنگ، نقش و ترکیب بندی تحلیل خواهد شد. ضمناً این پژوهش مترصد پاسخ به این پرسش است که ویژگی های بصری تذهیب نسخه دیوان حسینی چه بوده و در چه سبکی گردآوری شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان می‌دهند که ویژگی‌های سبکی تذهیب این نسخه با ویژگی‌های تذهیب سایر نسخه‌های دوره تیموری مطابقت دارد. تنوع و غنای تزیینات در کتیبه‌ها، استفاده از رنگ طلایی و طلایی در کنار لاجوردی، کاربست نوعی رویکرد طبیعت‌گرایانه در استعمال نقوش خطایی، گرایش به تزیینات چینی و ترکیب بندی پیچیده و هماهنگ از جمله این موارد است. حالا خودش اسم این رو میذاره که با نامداران، بذار ببینیم اول جمله از کجا شروع میشه که بخونیم. سلطان حسین میرزا بایگرا که 37 یا 38 سال بر تمام آسیای میانه از دریای سند تا رود دجله شامل خراسان و ماوراءالنهر و گرگان حکم راند، مرکز هرات به نقطه اوج آبادانی و شکوه هنری خود رسید. مصاحبت شاه ادیب و هنردوست با نامداران هرات همچون امیر نظام الدین علی شیرنوایی که اینم در اونجا بود، یکی از اون نویسندگانی که تاریخ ترک بهش افتخار میکنه و جزو اون گفتم 10 کتاب باشه، یکی این همین علی شیرنوایی هستش، کتابش اونه. مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، فکر میکنم این هم جزو اون بزرگان بزرگ هستش، اما نمیدونم جامی به ترکی نوشته یا نه. کمال الدین بهزاد، شاه مظفر و زمین ساز ساخت عمارت فلان. سلطان علی مشهدی به سال فلان در دانشگاه هرات هست. حالا بذارید ببینیم که از کتاب یه چیزی نقل کرده. آراهایی های کتاب سلطان حسین بایگرا از جمله پادشاهان، حالا دوباره برگشت به همون حسین بایگرا، یعنی از جمله پادشاهان حامی کتاب آرایی بوده، یعنی خودش شاعره، یعنی کتاب ایشون از شاه بوده. من نمیدونستم. ببینید به چه روزگاری افتادیم که نمیدونیم که این بایگرا خودش هم شاعره هم شاهه. او به علم و ادب توجه درخوری داشت و مجمع الکواکبی از اهل قلم و نخبگان سیاسی را به خراسان کشاند. نوایی، حالا این یه دانشجوی هرچی از در سال 1379 کتابی نوشته، در صفحه 19 در این باره گفته و به ترتیب و به تربیت و پاسداشت ایشان پرداخت. اوحدی بلیانی در اینو هم در کتابش در صفحه 315 که در 1388 چاپ شده، خود نیز ذواللسانین بود و با تخلص حسینی به فارسی و ترکی شرقی جغتایی. علتش که نمیتونم بخونم، یه علتش اینه که من جغتایی بلد نیستم. جغتایی زبان ترکی تقریبا تا چند صد سال پیش ترک ها، تقریبا اغلب کشورهای ترک، اگر کتاب‌هایی به انسان‌های ترک اگر کتاب می‌نویسن اغلب به جغتایی می‌نویسن. حتی در دوره قاجار هم مرسوم بوده جزو. الان متاسفانه افرادی مثل من اصلا دیگه نمیدونیم چی به چیه. شعر می‌سرود. حالا اینم یه آدم دیگری، چنان که امیر علی شیرنوایی همدرس مهردار و شخص اول دربار او بود. امیر علی شیرنوایی هم همدرس حسین بایگرا بوده و همچنین خب برای همینه دیگه، یعنی در مجلس هستون مجالس النفایس به متن سلطان و اشعارش میپردازد. حالا یک کتابی داره به نام مجالس النفایس، در این سلطان امیر علی شیرنوایی، سلطان امیر علی شیر نوایی یک کتابی داره به مجالس النفایس که میگه در اونجا و درباره این شاه هم شعرهایی رو سروده. شیوه سلطنتی آرامش و صلح نسبی را برای بلاد خراسان به ارمغان آورد. در پی این اوضاع نوزایی فرهنگی و هنری گسترده شکل گرفت. فعالیت کتابخانه‌ای کارگاه سلطنتی رونق یافت و صدها جلد کتاب رو نویسی و آذین‌بندی شد. بابور، چون که نقل است برای تقریر و نسخه آرایی کتب مختلف دستمزدهای هنگفتی هبه میشد. واصفی هروی اینجا حالا یه چیزایی رو گفته، کاش مثلا ما میتونستیم یه لیستی الان میداد که برای یک کتاب چقدر پول میدادن. تحت حمایت او و دیگر پادشاهان هنرپرور این دوره
مکتب هرات تیموری به عصر زرین کتاب آرایی بدل شد. این مکتب سبکی رسمی و قانونمند با ترکیب بندی های متعادل و ظرافت گالیگونه و نقش و نگوش در هم تنیده هندسی بود. تصهیب نیز سیاق خاص خود را داشت و به همه صفحات کتاب راه یافت. تزیینات از عناصر شرق دور چین تأثیر پذیرفت و طراحی سرلوح‌ها مقارنت بیشتری با لطافت و انحنای قلم نستعلیق پیدا کرد. آبی، لاجوردی و طلایی رنگ غالب اوراق شد که در سفالینه‌ها و معماری این دوره نیز به وفور دیده می شود. حالا دیوان حسینی را یه چیز میکنه، میگه که چی؟ جدول معرفی نسخه خطی دیوان حسینی نگارنده. ببینیم چی گفته. نام اثر، مؤلف، زبان، آرایه‌های تزئینی، هنرمندان، کاغذ و جلد، قلم، تاریخ، تعداد صفحات، ابعاد و محل نگهداری. حالا این که هست میگه دیوان حسینی، اسمش گذاشتن دیوان حسینی، مؤلفش سلطان حسین بایگرا که ما اینو میخونیم، زبانش ترکی جغتایی، فارسی، عربی، یعنی به 3 زبان گفته. آرایه های تزیینی، تذهیب، تشعیر نگاری. هنرمندان، کاتب سلطان علی مشهدی، دیگر هنرمندان نامعلوم. حالا یه تعداد نماینده، فقط یکی از این هنرمندان رو که نقاشی ها رو کشیده، رنگ‌آمیزی رو کرده، سلطان علی مشهدی نام داشته. احتمالاً اگر اینها مثل این قضیه مشهدی رو بهش نچسبونن. کاغذ و جلد چرم مراکشی، کاغذ دولت آبادی، الوان، افشان، ابر و بادی. نگاه کنید. حالا یه مقدار توضیحاتی رو که خود اون کتاب هم داده بود ما نتونستیم بخونیم. قلم نستعلیق رقاع، من نمیدونم چی اصلا، نه نستعلیق میدونم چی، نمیتونم بخونم. تاریخش 890 قمری. تعداد صفحات 59 صفحه بوده، برگی بوده، یعنی 100 و حدوداً 20 صفحه. ابعاد به سانتی متر 16 در 25 سانتی متره، یعنی عرضش 16 سانتی متره، طول کتاب 25 سانتی متره. محل نگهداری کتابخانه ملی پاریس. البته اون نسخه‌ای که ما دیدیم اون پاریس نبود، اون یه چیز دیگری بود. اما ببینیم میتونیم یک ازش حداقل بگه آقا از کاغذ مرغومی به نام دولت آبادی همچنین ملون و افشان ساختن آن در کتاب آرایی به ویژه جهت آراستن دیوان‌ها در سنوات سلطنت تیموریان امری رایج بوده است. مثلا قواعد الرسائل و فرائد الفضائل تألیف حسام الدین خویی متعلق به قرن. نگاه کنید ما اصلا نمیدونیم آقا یه خویی هم اونجا یک کتابی نه، حدیقة الحقیقه سنایی. معرفی صفات مذهب دیوان حسینی نگارندگان. حالا اینها رو دیدیم دیگه. اینجا ای کاش ما میتونستیم ازش یک علاوه بر کتیبه افتتاحیه 148 کتیبه دیگر در این دیوان طبع شده که سلسله عبارات آن متنی در مدح پادشاه است. من بدایل ابیات السلطان الاعظم المولا سلاطین العرب و العجم. اینو خوندیم اونجا یه جاشو. اینا میگه بالاش اینه سلطان حسین بهادرخان، اینم خوندیم. و له خلد الله ملکه و من بدای کلامه و من عدله و احسانه. اینا اون سرفصل هر شعر بود که حالا یکی دوتاشو ما اینجوری نشان دادیم و خوندیم، تلاش کردیم بخونیم نشد. الواح جانبی هم که اینجا داره میگه متاسفانه جدول کشی و کمند اندازی اینجا رو میگه. حالا این هم یه شکلی هستش. نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی. حالا اینم ببینید سریع خراسان جزو ایران اسلامی. آقا خراسان یه نقطه جغرافیایی بسیار بزرگی، اصلا ربطی به خراسان امروز نداره. خراسان امروز در حاشیه غربی خراسان قدیم یه ذره است، داخل مثلا یه اقیانوس بزرگی است به نام خراسان که حالا این خراسان که در ایران هستش در حاشیه غربیش یه چیز خیلی کوچیکیه. حالا این در رابطه با شعرش اصلا چیزی نگفته. برگردیم دوباره بریم ببینیم میتونیم یه کتابی بیابیم که این شعراشو خرید کتاب دیوان سلطان. الان 22,000 تومان بوده. این چی بوده؟ این خیلی جالب باید باشه. کاش میشد اینو مثلا داشتیم و ازش
میتونستیم بخریم. دیوان سلطنت بایگرا قابل چیز نیست. بررسی رویکرد صوفیانه نگاره‌های جلوس شاهان در دربار فلان. بذار ببینیم اینجا یه دانلود بنویسیم ببینیم میتونیم. پی دی اف رو اونجا رو چیز بکنیم، پاک بکنیم، انگلیسی بنویسیم بایگرا پی دی اف بایگرا سیاست مذهبی سلطان. احتمال میدم که یکی از بزرگان ما در جناب صدیق رحمت الله علیه احتمالا این کتاب رو به چیز تبدیل کرده باشه، ولی بذار ببینیم حالا میتونیم اینجا دانلود بزنیم. دانلود همون ها میاد. متاسفانه دوستان زور ما به این کتاب نرسید. البته که نخواهد رسید، برای اینکه ما در ترکی، زبان ترکی جزو چی میگن، چی شد که روز کتاب ها رو از دست دادیم؟ خب اینو داشتیم میخوندیم. بذارید بریم یه زور دیگه بزنیم، اگه نتونستیم که هیچ دیگه. gözlerim göreit گزا پیر شکل. نه نمیتونیم بخونیم. حیف این شعرها رو خراب بکنیم. به نظر من همین رو در همین حد فقط نشونتون بدم. اگر من بتونم یک کتاب مثلا با حروف حداقل تایپ شده بتونم این کتاب رو پیدا بکنم، دوباره معرفی میکنم، میام اینجا تلاش میکنم بخونم. ای حسینی، ببینید الان اینجا یه 3 تا نقطه گذاشته تا که دیب مسنول بزلب و سنفی. نه نمیتونم بخونم. این من با این ترکی و با این خط خیلی بیگانم متاسفانه. خب بذار ببینیم الان چند دقیقه است این کتاب. این 57 دقیقه است. خب همینجا اینو قطع بکنیم. شرمندگی من از این کتاب که یکی از مشهورترین کتاب‌های ترکی هستش متاسفانه نتونستم بخونم. من بارها گفتم علت اصلیش اینه که من با خوشنویسی میانه‌ای ندارم، نمیتونم بخونم. علت دوم اینه که من در زبان ترکی خیلی بیسوادم. بیسواد از صفرم پایین‌ترم متاسفانه. یعنی اولیه رو ندارم. یعنی ترکی که من باهاش حرف میزنم ترکی مخلوط به فارسی، جمله بندی فارسی اینا، هیچ آشنایی با سبک‌های شعری یا نثر اینها در ترکی ندارم متاسفانه و این باعث شده که به این شکل در بیاد. به هر حال اینجا هم همین رو قطع بکنیم. اگر